رنگو شیگلم و بالاخره لیپ گلاس کیکو. بیایم با هم دیگه تستشون کنیم. این هایلایتر بدن شیگلمه، رنگ مدوسا، سبک براق. این گونه برنزه شبیه. رنگ و برقو ببین، شاینای طلایی داره. خشک نیست، تیکه تیکه هم نشد. اگر پوست براق دوست داری تستش کنید. کانسیلر شیگلم. فکر کنم 90% محصولات شیگلم رو من تا حالا براشون تست کردم. مخصوصا توی ویدیوهای یوتیوبم که لینک کانالم توی بایوم هست. این کانتور مایع شیگلم رو اصلا دوست نداشتم. این مدل جدیدشه. خیلی پرپیگمنت تره، خیلی موندگارتره. رنگ تراکوتا. اصلا قابل مقایسه نیست با مدل‌های قبل. خیلی خوشگل بلند میشه. پودر اینو ببین. آخه عاشق رژگونه‌های پودری شیگلمم. اوه خیلی موندگار خوبن. محصولات شیگلمو کلا برنجای خفنو میتونین به شاپ نالیس سفارش بدین. به کپشنم براتون میذارم، مورد اعتمادمه. بگیرش. یکم شاین صورتی. این مداد ابروی شیگلمم عشق میشه باش خاشو زد. تینت شیگلم مثل اتود لبو خشک نمیکنه. من قرمزشو دارم. روی گونه هم میتونید بزنید، خیلی راحت بلند میشه، خشک نیست. بالاخره کیکو. رنگشو ببین، خوشمزه است. سبک چسبناک نیست. واقعا با کیفیت که انقدر معروف شده. کاشم من شاپ نالیس یادتون نره که خودم ازش خرید کردم واسه ویدیوها. خیالت راحت. برای ویدیوهای بیشتر منو فالو کن. بای.